بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، یاسین کنگی هستم. خوش اومدید به کانال آموزش ترفندهای کامپیوتر. امروز اومدیم با آموزش رمز گذاشتن برای کامپیوتر توی ویندوز 10. لایک و فالو یادتون نره و تا انتهای ویدیو همراه ما باشید. خب دوستان، بریم برای آموزش. وارد ستینگ میشیم و اکانت رو انتخاب میکنیم. از قسمت Sign in Options روی پسورد کلیک میکنیم. اینجا اگر که کامپیوتر شما قبلا رمز داشته براتون گزینه چنج رو میاره، اما اگر که رمزی نداشته براتون گزینه اد رو میاره، همونجور که توی تصویر میبینید. خب من روی چنج کلیک میکنم و اینجا توی قسمت Current Password از ما میخواد که پسوردی که کامپیوترمون قبلا داشته رو، یعنی در حال حاضر داره رو وارد کنیم. خب من وارد میکنم، ولی برای کسایی که قبلا پسورد نداشته کامپیوترشون و تازه میخوام بذارم، هم اول این صفحه رو برشون میاره و دیگه لازم نیست این مرحله رو برم. خب توی قسمت نیو پسوردی که میخوایم برای کامپیوترتون بذارید و وارد میکنید. توی کانفرم پسورد همون رو تکرار میکنید تا تایید بشه و توی قسمت پسورد هینت هم یک متن وارد کنید تا وقتی که پسوردتون یادتون رفت و اون رو اشتباه زدید اون متن رو بیاره بالا و شما از طریق اون متن دوباره پسوردتون یادتون بیاد. خب من حالا چون دارم آموزشی کار میکنم همینجوری یه چیزی میزنم، ولی شما حتما این رو پر کنید چون خیلی مهمه. next و finish. خب دوستان، ممنون از اینکه تا اینجا ویدیو همراه ما بودید. اگر که سوالی داشتید حتما توی قسمت کامنت ها از ما بپرسید، حتما جواب میدم. اگرم لازم شد راجبش یک ویدیو میسازم. دیگه حرفی نمیمونه و گود بای.